بچه سلام، حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدین به چنل یوتیوبی من. لایک و ساب و کامنت یادتون نره. خب امروز میخوایم یکم در مورد شطرنج صحبت کنیم با هم دیگه، از یک کتاب معروف به نام شطرنج از اشتفان تسوای. خیلیاتون میشناسین این چهره رو، گری کاسپاروفه. خب بریم سراغ موضوعاتی که میخوایم در مورد شطرنج با هم. اول این که بچه‌ها مهرهاتون رو خیلی سریع گسترش بدین. سربازا رو زیاد تکون ندین، ولی با اسب و فیل و وزیر میتونید خیلی خوب بازی کنید. از طرفی باید شاه رو فوراً به قلعه ببرید، چون این باعث میشه که هم موقعیت شاه حفظ بشه و همین که قلعه از خطر کشته شدن در امان باشه. نکته سوم این که کیش بیهوده نکنید بچه‌ها، چون به دردی نمیخوره. عملاً فقط اذیت میکنید خودتون و سناریوهای بعدی حریف رو میچینید. نباید اینجوری باشه. چهار این که از حرکت دادن زیاد سربازان بپرهیزید، چون جلو دست و پای اسب و وزیر و فیل و اینا رو میگیره. نباید اینجوری باشه. پنج این که بچه دوبل شدن سربازا خوب نیست. چرا؟ چون در مقابل حمله حریف خیلی بی‌دفاع میشن. اینجوری نباید این شکلی بشه، راه میگیرن. و شیش این که اسبا رو سعی کنید تو مرکز نگه دارین، تو مرکز خیلی قوی ترن. اسبا هم باید قبل از فیل حرکت داد. خب بچه ها میرسیم به بخش جذاب ویدیو، یعنی خوندن نظرات، اونم در مورد شطرنج و خب البته کتابی که ما مطالعه کردیم. فیض گفته که بسیار عالی و مفید، تشکر. حالا نظراتی که طولانی هستن رو فعلا نمیخونیم. امیر گفته که چیدن استراتژی‌های مختلف کاری است که باید برای انجام آن از ذهن خود استفاده کنید. پس وقتی کسی از استراتژی‌های معروف استفاده می‌کند، شما می‌توانید برای مقابله با آن ذهن خود را به چالش بکشید. کارنجات گفته اول اینکه شطرنج دقیقاً مثل هر ورزشی اگر به خاطر سلامت فکر باشه یه جور استفاده میشه، اما اگر پای ورزش قهرمانی وسط بیاد باید تلاش بیشتری کرد. بله دقیقاً همین جوریه. ولی خب آدم لذت میبره اگه یه سری تکنیک و بلد باشه و بتونه با دوستاش مثلا یه خودی نشون بده. دقیقاً مثل ریاضیات، یکی دوست داره فقط از ریاضیات برای راه بردن ابتدای مسائل و حساب کتاب زندگی استفاده کنه، یکی مثل دانشمندان ریاضی میشن که دائم در حال پیشرفت ریاضیات خودشون و جامعه و اکتشافات جدید هستند. امیر گفته اگر راه‌ها و ایده‌هایی که به ذهن هر فرد میرسه فقط برای خود شخص باشه و اون رو با کسی به اشتراک نذاره، دیگه پیشرفتی اتفاق نمیافته. در هر صورت شما با حفظ کردن تمام حرکات شطرنج، که البته حفظ کردنش نیازمند ذهنی قویه، باید بتونید تو زمانی کمی که بهتون داده شده قصد و نقشه حریفتون رو متوجه بشید و براش راه حلی پیدا کنید تا بتونید حریف رو کیشومات کنید. ببینید به طور کلی حالا یه سری از افراد یه سری روش‌هایی دارن که مخصوص خودشونه، حالا بعضا هم حتی نمیگن، که بتونن حریفاشون رو کیشومات کنن دیگه، بالاخره یه فنیه. علی پوینده‌فر گفته که درود، حالا دیگر زمانی است که من میتوانم بگویم زیاد غصه نخورید، به زودی بساط ورزش فکری شطرنج برچیده خواهد شد. چرا؟ درست مثل روزی که ماشین حساب در اختیار همه قرار گرفت. چیپ‌های پیشنهادی ایلون ماسک در آینده نزدیک در مغزها کار گذاشته خواهد شد و برنده شطرنج آن کسی است که پول بیشتری داشته باشد. نمیدونم، حالا خیلی نظریه دارکی رو مطرح کردن. محمد هم گفته که حدوداً 50%شون نکات سطحی بودن که خودمون هم متوجهشون شده بودیم، ولی بقیه نکات واقعاً آموزنده و کمک کننده بود. خیلی ممنون. بچه‌ها مرسی که تا پایان ویدیو با من همراه بودید. لایک و ساب و کامنت یادتون نره و اینکه اگه دوست دارید در مورد شطرنج ویدیوهای بیشتری بسازم حتما بهم بگید.